بچه‌ها سلام، خیلی خوش اومدین به یوتیوب چنل من سارا هستم. 25 سالمه، فارغ التحصیل دانشگاه شریف بودم. الان 1 سال و 3 ماهه که به آلمان مهاجرت کردم و امروز می‌خوایم درباره این صحبت کنیم که چجوری در سریع‌ترین روش ممکن توی آلمان کار دانشجویی پیدا کنیم. پس تا آخر ویدیو همراه من باشید. نمیدونم از کجا شروع کنم، ولی میدونم که الان توی یه هر کی داره این ویدیو رو میبینه قطعاً یا توی آلمانه و در حال جستجوی کاره، یا اینکه قرار بیاد آلمان به زودی و میخواد سریع کار پیدا کنه، یا اینکه اصلا میخواد ببینه که آلمان اومدن آیا به صرفه هست یا نه. خب ما هممون میدونیم که برای اومدن به آلمان باید یه تمکن حدود زمان من 12,000 تا بود، الان نمیدونم چقدره، 12,000 یورویی نشون بدیم و خب همین باعث میشه که خیلی‌ها تردید داشته باشن که بیان اینجا یا نیان و این تمکن هی باید هر سال تمدید بشه، چون که ویزا با تمدید ویزا باید تو دوباره تمکن جدیدم نشون بدی. خلاصه که خیلی شاید سنگین باشه واسه بعضی از خانواده‌ها، الان دیگه اکثر خانواده‌ها واسهشون سنگینه به خاطر قیمت زیاد یورو و من میخواستم که هرچی که میدونم راجبه کار جنرال و همینطور کار ورک استودنت یا همون کار توی شرکت تو دوران دانشجویی بهتون بگم و امیدوارم که کمک بشه واسه کسایی که حالا میخوان بیان اینجا یه فصل تازه از زندگیشون شروع کنن و کمتر استرس بکشن. اول از همه با کار دانشجویی شروع میکنم. ببین کار جنرال دانشجویی، کار جنرال اینطوریه که شما باید تا یه حدی از زبان آلمانی رو بلد باشین. پس حداقل مثلا تا A2 و B1 رو اگر بلد باشین میتونین مثلا توی خانه سالمندان، بیمارستانا، مثلا رستورانا، بخش مثلا صندوق و این چیزا، یا مثلا هتل، اینجور جاها کار کنید و کارهای حالا کمتر، یعنی با سختی کمتر میتونید هندل کنید اگه که سطح زبانتون خوب باشه. و مثلا من خودم توی کلاین اند سایگر یه اپلیکیشنی هست که حالا بعداً اسمش رو توی کپشن واسهتون مینویسم. من خودم توی اون اپلیکیشن تونستم یه کار فراید سایت جاب پیدا کنم، یعنی فری تایم جاب، که اینطوری بود که میرفتم خونه یه بچه ها و بهشون درس میدادم و ریاضی درس میدادم و اینطوری شد که حالا درآمدش اونقدر زیاد نیست ولی خب بدم نیست، یعنی مثلا میشه حداقل یه بخشی از هزینه ها رو کاور کرد. و دلیل اینکه حالا من دنبال کارهای با ساعت کاری بیشتر نبودم این بود که میخواستم تایم بذارم رو زبانم و شروع کنم به ورک استودنت، پوزیشن توی شرکت کار پیدا کردن. دنبال همچین چیزی بودم و به خودم یه تایمی داده بودم که مثلا 6 ماه 5 ماه بشینم زبان بخونم و اپلای کنم واسه شرکت ها. حالا خلاصه من وقتی که رسیدم آلمان لولم B1 بود، ولی B1 اسمشه B1، تو B1 واقعی نیستی. شاید گرامرهای B1 رو بلد باشی ولی هیچ وقت اندازه B1 نمیتونی حرف بزنی. حداقل من اینجوری بودم که خیلی سختم بود حرف زدن و اتفاقی که افتاد این بود که من فکر کنم روز مثلا 10 یا 15 که بعد از اینکه اومدم آلمان، یعنی 15 روز بعد تونستم این کار به اصطلاح ناخیلف لغرین که میشه، یعنی همون کار که میره به بچه‌ها درس میدی و پیدا کنم، معلم سرخونه بهش میگن، چی میگن، همون اونو پیدا کنم و یکم ترسم از حرف زدن آلمانی بریزه، یعنی باید به آلمانی ریاضی درس میدم بهشون و یکم سخت بود، یکم که نه خیلی سخت بود، یعنی با هر دفعه من با گریه میرفتم و با آخرش تموم شد برمیگشتم. یه حالتی بود که انگار جنگی بود. بعد ولی ترسم ریخت، بعد یه مدت ترسم ریخت. من حدودا 5 ماه این کار رو ادامه دادم، 6 ماه، یعنی از نوامبر تا آپریل من این کار رو ادامه دادم و بعدش همزمان داشتم اپلای میکردم واسه پوزیشنای ورک استودنت. من رزومه نسبتا خوبی داشتم، یعنی مثلا توی ایران کار کرده بودم نزدیک 1 سال و نیم 2 سال توی یکی از شرکت‌های خیلی معتبر کار کرده بودم و همینطور کنارش مثلا از یوتیوب و
کورسرا و اینجور جاها هم کورس گذرونده بودم و خیلی چیزا بلد بودم، ولی بازم یه تریکی میخواد که مثلا تو خودتو مچ کنی با پوزیشنا و حالا به جز مبحث زبان تو باید یه دانش تخصصیت هم هی لول اپ کنی. حالا کار جنرال من نمیدونم شهر به شهر چجوریه، ولی شهری که من توش هستم، من الان توی شهر کیل هستم، هامبورگ هم حالا خبر دارم، این دوتا شهر نسبتا کار جنرال راحت توش پیدا میشه. منتها بحث اینجاست که تو چقدر زبان بلد باشی و چه کار جنرالی مد نظرت باشه. مثلا اگر بخوای بری تو رستوران بخش حالا آشپزخونه کار کنی اصلا نیاز به زبان آنچنانی نداری، ولی مثلا اگه بخوای پای صندوق وایسی یا مثلا گارسون باشی خب خیلی زبان نیاز داری دیگه و حتما اینو در نظر داشته باشین و سعی کنید زبانتون رو تقویت کنید. درآمد کار جنرال و کار ورک استودنت تقریبا این همه، یعنی اصلا اونجوری که فکر کنید درآمدشون متفاوت نیست که مثلا فرق نمیکنه شما تو رستوران کار کنی یا توی شرکت کار کنی، شاید مثلا ساعتی 1-2 یورو فرقش باشه. حالا هرچیه من بهتون میگم که کار شرکتی هم چجوری پیدا کنین، پس ادامه ویدیو رو ببینید. خب واسه کار شرکتی اول از همه دانش تخصصی و رزومتون خیلی مهمه و اینکه شما چند تا تریک خیلی مهم باید انجام بدین، چون الان دیگه شرکت‌ها همشون سیستم‌های اچ آرشون چیز شده، اتومات شده، یعنی با هوش مصنوعی تلفیق شده و درجا ریجکت میکنن اگر که هوش مصنوعی نتونه رزومه شما رو بخونه. پس یه فرمت خیلی خیلی خاصی هست که معمولا اونو هوش مصنوعی خیلی خوب تشخیص میده و حالا بسته به پوزیشن‌ها شما یا باید به آلمانی یا باید به انگلیسی رزومتون رو بنویسین و مدام تغییرش بدین هر موقع که میخواین اپلای کنین. حالا اینا رو با دیتیل بهتون میگم توی ویدیوهای بعدی، ولی اینطوریه که شما اصلا نمیتونید یه رزومه ثابت داشته باشین واسه هر پوزیشنی که اپلای میکنین، یعنی حتما باید اینا رو تغییر بدین. تمپلیت خیلی مهمه که حالا من تو کپشن مینویسم. تمپلیتی که خودم استفاده کردم با فرمت لاتکس بود توی سایت اوورلیف، هی ادیتش میکردم و برای هر پوزیشن که میخواستم اپلای کنم و اینطوری بود که خب خیلی وقت میگرفت. مثلا نورمال اگه همه روزی 10 تا 15 تا اپلای میکردم، مثلا من 5-6 تا بیشتر نمیتونستم اپلای کنم، مثلا خیلی خیلی تایم میبرد که تو بخوای مثلا با هر جاب دیسکریپشنی که میبینی رزومت رو آپدیت کنی. حالا خلاصه این یه سری چیزایه که حالا بهتون یاد میدم توی ویدیوهای بعد. داستان اصلی اینه که شما باید خودتون رو قبل از هر مصاحبه‌ای که میگیرید آماده کنید برای مصاحبه، یعنی تمام اون چیزایی که توی رزومتون نوشتین مو به مو خط به خط به انگلیسی یا به آلمانی، حالا بستگی داره که زبان مصاحبهتون چی باشه، و خودتون رو آماده کنید و اصلا هم نترسین از این که وای من الان آلمانی بلد نیستم. نه، یه متن آماده کنین واسه اینکه بتونین خودتون رو سی ویتون رو توضیح بدین و اگر که دیگه سوالا رفت به سمت سوال تخصصی بگید که من به انگلیسی توضیح میدم و معمولا پوزیشن‌های شرکتی قبول میکنن این قضیه رو. حالا اگر که رشته‌تون دیتا ساینس و این چیزا میخواین اپلای کنین، یعنی مثلا رشته‌تون مربوط به خیلی حوزه کامپیوتر برنامه‌نویسی باشه که معمولا پوزیشن‌ها همه انگلیسی هن، یعنی اصلا شما نیاز به زبان آلمانی هم ندارین. ولی خب اگر که بخواید مثلا رشته مدیریتی، کانسالتینگ یا مثلا نمیدونم حالا پوزیشن‌های دیگه بخواین اپلای کنین، حتما زبان آلمانی میخواد و تا یه حدی، یعنی مثلا تا یه حدی باید نشون بدید که زبان آلمانیتون اوکیه و اوکی، یعنی اگه ببینن که تو تا یه حدی متوجه میشی، چون پوزیشن‌های ورک استودنت معمولا پوزیشنایی نیست که الان مثلا خیلی واسهشون مهم باشه که حالا طرف پرفکت باشه آلمانیش، نه، بیشتر براشون مهمه که طرف کاری باشه، کاربلد باشه و مسئولیت پذیر باشه. من خودم موقعی که این کار رو پیدا کردم آلمانی سطح B2 رو من فقط گرامرهای B2 بلد بودم، یعنی اونقدر با یکم مثلا ترسم از آلمانی ریخته بود، در همین حد بودم، اصلا اونقدر زبانم پرفکت نبود. ولی خب حدود نیم ساعت از مصاحبه رو کاملا به آلمانی حرف زدم و به آلمانی جواب دادم و بقیه‌شو که دیگه یه سوال تخصصی شد که بعد مثلا سوالای ریاضیات طور جواب میدادم یا مثلا برنامه‌نویسی، اونا رو مثلا دیگه انگلیسی میگفتم. خلاصه این از این و دیگه نمیدونم چه نکته‌ای موند. تمام جمله به جمله رزومه هاتون رو ازتون میپرسن و همه رو باید تطبیق بدین به جاب دیسکریپشن. یعنی مثلا شما مثلا اگه تو جاب دیسکریپشن نوشته SQL بلدین، تو بلد نیستی، برو تو یوتیوب یه 2 ساعت ویدیو SQL ببین و به یارو بگو که
آره من در همین حد بلدم، مثلا بلدم که چه میدونم 2 تا ستون رو توی 2 تا بیگ دیتا مچ کنم با هم دیگه، همین در همین حد کافیه براشون. فقط دروغ نباشه، یعنی مثلا یه چیزی باشه که تو یه چیزی بدونی بالاخره از اون، یعنی رزومت رو دروغ بنویسی کلا به فنا میری. این از این. و اینکه سعی کنید که مدام خودتون رو آپدیت کنید به مرور. توی اپلیکیشن ها مثلا استپستون هست، لینکدین هست، ایکسینگ هست، حالا اسمشو نمیدونم واقعا چیه، ایکس اینگ نوشته میشه. توی این اپلیکیشن ها اگه میرید به وربونگا یا همون حالا پوزیشن ها رو میبینید برای اپلای، حتما دقت کنید که چیا توش مشترکه که من بلد نیستم. مثلا توی پوزیشن های من چیزی که خیلی مشترک بود اکسل پیشرفته بود، مثلا VBA یا مثلا این چیزا بود که مثلا من بلد نبودم. یا مثلا یه سری پوزیشن ها اپلای میکردم دیتا ساینس بود، مثلا SQL میخواست یا پاور بی آی میخواست. من پاور بی آی تو دانشگاه یه پروژه روش داشتم و تا یه حدودی حالا میفهمیدم چی به چیه، ولی اونجوری پرفکت بلد نبودم و رفتم یاد گرفتم. همینطور یه زبان برنامه‌نویسی داره پاور بی آی دکس، اونو مثلا رفتم یه چند تا ویدیو ازش دیدم. قبل هر مصاحبه‌ای که داشتم سعی می‌کردم خودمو خیلی خوب برای سوال تخصصی که ممکنه بپرسن آماده کنم. و نکته اینجاست که شما چیز هستین، خارجی هستین برای آلمانیا و اولویت آلمانیا مخصوصا توی پوزیشن کانسالتینگ خودشونه، اینکه خود یعنی آلمانی زبان بگیرن. یعنی مثلا ماها که خارجی هستیم ماها اولویت خاصی نداریم. پس بعد خودتون رو خیلی خوب نشون بدین توی بحث سوالای تخصصی که ازتون میپرسن و شاید با زبان آلمانی کنار بیان، ولی با دانش تخصصی اصلا کنار نمیان اگر بلد نباشید. بعد داستان دیگه هم این که سعی کنید که وایب خوبی بدین بسته به اون پوزیشنی که دارین اپلای میکنین. ببینید سافت اسکیل مورد نیاز برای اون پوزیشن چیه. مثلا کسی که داره برای کانسالتینگ اپلای میکنه یا مثلا رشته های این مدل، یعنی پوزیشن های این مدلی، مثلا باید خیلی وایب مثبتی بده، کلا آدم شاد و اکستراورتی به نظر بیاد. حتما سافت اسکیل ها رو برید چک کنید. و دیگه نکته دیگه‌ای که به ذهنم میرسه اینه که خیلیا سر راهتون میگن که نمیشه، نه امکان نداره تو بتونی، یا مثلا اصلا پیدا نمیشه. به این حرفا اصلا گوش نکنید. من توی دانشگاه می‌دیدم که همه بچهای آلمانی پوزیشن ورک استودنت دارن کار میکنن، مثلا دارن برای فولکس بانک کار میکنن یا مثلا برای اینشورنس کمپانی‌های مختلف دارن کار میکنن. و به خودم میگفتم که خب چرا من نتونم؟ منم که سابقه کار مرتبط دارم، درسم هم که مرتبطه، این هم که مثلا زحمت کشیدم فلان، خب منم میتونم. هرچیه اصلا به این فکر نکنین که نمیشه و نداریم و اینا، اصلا نه، میشه ولی طول میکشه. همیشه ذهنتون این مدلی باشه. من حدودا دسامبر شروع کردم برای اپلای. اول مصاحبه‌ام دسامبر بود، آخریش هم توی آپریل بود و خیلی اپلای کردم، بالای 40 تا اینا اپلای کردم و 2 تا پوزیشن گرفتم که حالا یکیشو انتخاب کردم که برم. و حدوداً 6 ماه این پروسه طول کشید، یعنی از وقتی که من اومدم آلمان تا موقعی که کار پیدا کردم پوزیشن ورک استودنت 6 ماه طول کشید و خیلی استرس داشتم، خیلی زیاد، و خیلی روزای سختی و از نظر مالی گذروندم، ولی خب خدا رو شکر دیگه بعدش اوکی شد. ولی شما میتونید برای کم کردن این فشار که اول یه پوزیشن جنرال پیدا کنین، مثلا توی رستوران باشه، توی فروشگاه باشه، هر چی کار کنید، بعد کنارش مثلا ورک استودنت هم اپلای کنید، ولی در جا نزنید. من خیلی ها رو دیدم که شروع کردن مثلا به کار جنرال کردن و دیگه واقعا شل کرده طرف، دیگه اصلا به فکر آیندهش نیست، دیگه هیچی، حتی درس دانشگاهش هم نمیخونه. من خیلی آن رو دیدم این مدلی شدن، ولی شما این مدلی نشید. خلاصه که امیدوارم که این ویدیو کمک کننده باشه. سال نوتون مبارک. اینجا سال ترقه میومد، نمیدونم شنیدین یا نه، ولی اینجا سال نو شده و امسال سعی می‌کنم بیشتر ویدیو بذارم و امیدوارم که کمک کننده باشه براتون. اگر سوالی داشتین حتما توی کامنت ها برام بنویسین و اینکه همین دیگه. سال نوتون مبارک. بای بای.